من شهروند تاجیکستان من فریب کردن گفتن لوگانسک استرویکا کار میری برامش بردن 4 روز خوابیدن من 4 روز پس کورسک اوبلاست بردن 11 روز پس جنگ رو رویم کردن 5 minut جنگ ده زخمی شدم. این مروجیت یک توجیکی 35 ساله اسیر افتاده به رهبر توجیکستان امامعلی رحمان است که برای رهاییش از اسارت کمک می‌خواهد. نوار تقریبا نیم ساعته مذکور هفته جوری به دست رادیو آزادی رسید و معلوم نیست تحت چه شرایطی ثبت شده است. این زاده توجیکستان در اسارت هم غم اویلش را می‌خورد و از آن نگران است که همسر و 4 فرزندش را از خانه اجاره در یکی از شهرهای روسیه بیرون می‌کنند. 4 فرزندم در ریزانسک اوبلاست ای خانه سرش کردیستم زن ما پگه ای خانه سرش میکردیم صاحب خانه را فروخته اگر یکون امکانیت چی باشه ما را اینجا بگیریم. من شهروندای تاجیکستان من. سلام بینندگان عزیز. شخصی در نوار بوده ادعا دارد که چندین سال است در شهر ریزان زندگی و در ساحه سودا کار میکرد، اما در این اواخر کارش را از دست داد. یکی از شناسهایش گفته است که در ساختمان‌های ولایتی اشغال شده لوهانسک میتواند روزی 8000 روبل کار کند. سفر به آنجا توسط کمیسریات حربی صورت گرفته است. متاسفانه از اطلاعی که رادیو آزادی دریافت نمود، واقعا همسر و فرزندان این شهروند تاجیکستان از خانه بیرون کرده شدند و منتظر بازگشت به وطن هستند. رادیو آزادی نوار مراجعت این تاجیک اسیر افتاده را در اختیار وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گذاشته و منتظر واکنش رسمی این کشور است. اخیراً در چند حالت حکومت تاجیکستان به مهاجران بازداشت شده کمک کرده است تا به وطن برگردانیده شوند. هموطنان و همیاران عزیز و گرامی قدرم، همونطوری که شما در نوار دیدید، همونطوری که در این نوار شما دیدید دوستان و هموطنان عزیزم، یکی از مهاجران مهنتی که در فدراسیون روسیه قرار داشت و شهروند تاجیکستان است، اجباراً گرفته توسط فریب با جنگ روسیه و اوکراین در اونجا برده شده است و در روز اول زخمی هم شده است و چند فرزندش در خانه اجاره زندگی میکنند که صاحب خانه آنها را هم از خانه بیرون کرده است و میخواهد بیرون کند. آنها بدون کمک موندن. به امامعلی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان مراجعت میکند که مرا از اینجا ببرید و من در اینجا اسیر قرار گرفتم، توسط فریب به جنگ آورده شدم، من شهروند تاجیکستانم، شهروندی روسیه ندارم و مرا به جنگ آوردن. این حالت پسترین حالتی است که برای یک مهاجر مهنتی میاد. ما از روز آغاز جنگ روسیه و اوکراین ما اعلام داشتیم که جوانان ما لطفاً به این جنگ نروید، ولی حکومت تاجیکستان تو این روز یک تصمیم درست در عوض رفتن و یا که بردن اجباری شهروندان تاجیکستان انجام نداده است و ما میبینیم که این شهروند تاجیکستان متاسفانه اجباراً برده شده است و در اونجا خدا میداند که این حال زنده است و در چه حالت قرار دارد. خدا کند که زنده باشد قرار دارد و ما توانایی خدمت کردن و کمک کردن به ایران و حال ایران خبر گرفتن رو نداریم. فقط یگانه کسی که توانایی دفاع کردن از حق این مهاجر مهنتی رو دارد، از حق ساکن و شهروند جمهوری تاجیکستان رو دارد، این حکومت تاجیکستان است که این ملت رو، این فرزندان این سرزمین رو به همون تقدیر خودشان به دست برای همین از همین جا به همه شما مراجعت میکنیم که به همه سفارت ها زنگ بزنید و از حکومت تاجیکستان درخواست کنید که این شهروند تاجیکستان که در بدترین حالت قرار دارد و اگر شما خشتبار دارید، نزدیکا دارید در حکومت، خواهش کنید و التجا کنید که کوشش کنن این شهروند تاجیکستان رو که امروز اجباراً به جنگ روسیه بردیانش در اونجا در لبی مرز قرار دارد برگردانیده شود و کوتاه‌ترین فرصت به نزد خانواده‌اش بیاد و از زن و فرزندان این فرزند با خبر شویم که در چه حالت قرار دارن، آیا اونها را از اون خانه بیرون کردن نکردن. از همه شما خواهش میکنیم که در قضیه این شهروند خاموشی را اختیار نکنید. نوار رادیوی آزادی را که در اینجا نشر شده است نسبت قضیه همین شهروند تاجیکستان گپ میزند
در همه جا نشر کنید، عکس و صورت‌های را در همه جا نشر کنید و از حکومت طلب کنید که در قضیه همین شهروند تاجیکستان به طرف نباشند. شما ببینید که فردا نوبت شما از هر خشتبار شما در روسیه قرار دارد، چه اگر خودت نباشی برادرت است، برادرت نباشد جیانت است، جیانت نباشد پدرت است، پدرت نباشد یک خیش نزدیک دیگر در فدراسیون روسیه قرار دارد و این هر روز امکان دارد که یک نفر از این خانواده را چکار کنن، بگیرن به جنگ اوکراین یا جنگ روسیه اوکراین در اونجا ببرن و در اونجا قربانش کنن. و از همه شما خواهش میکنم که در قضیه این شهروند به طرف نباشید و کوشش تلاش کنید که سر راهی چنین یک ظلم و ستم را بگیرید تا این فرزندی به ناموس ملت بر بگردد به نزد خانواده خود. حالا این جرأت کرده است، ایستادگی کرده است، نوار کرده است در مقابل همه این ظالمان که من در اینجا غیر قانونی آورده شدم، برای فیره به این جنگ آورده شدم، فرزندان من به خانه و به در خانه اجاره در اونجا نشستن که امروز آنها را امکان دارد که از این خانه سر کنند. در اینجا قرار دارم، لطفاً برای من به صدای من گوش بدهید، مرا از اینجا نجات بدهید. واقعا هم اگر ما ملتیم، اگر ما ناموس داریم، اگر ما کشور داریم، هویت داریم، باید اول از هویت و ارزش ملی خودمون که هر یک شهروند این تاجیکستان ارزش ملی این کشور است دفاع کنیم. در صورت دفاع نکردن دیگر ودا نزنیم، لاف نزنیم که ما ملت هستیم، ما کشور هستیم، ما پرزیدنت داریم، ما حکومت داریم، ما سرقانون داریم و هر کس در هر حالت قرار بگیرد اون رو چیکار میکند؟ دفاع میکند. از همین جا من به سفیر تاجیکستان در فدراسیون روسیه مراجعت میکنم. ای سفیر رزیل، امروز باید نشان بدی که میتوانی این شهروند تاجیکستان که در جنگ قرار دارد باز پس بگردانی و در نزد سفارت با این جوان یک عکس بگیری و نشان بدی که تو به این ملت و این سرزمین خدمت میکنی، نه خیانت میکنی. جوان این سرزمین امروز رفته است با راه فریب که تو سوادش ناموختی، تو علمش ناموختی، تو کسبش ناموختی، رفته است در جنگ برای فریب که در کدام ساختمانی برود 10,000 کار کند، روزش 8,000 کار کند، فریب کرده به جنگ بردیانش. تو اگر سوادش میموختی، تو علمش میموختی، تو کسبش میموختی، امروز اون در بیمارستان، در برق، در یک جای دیگر کار میکرد، بلکه به ساختمان نمیرفت که در اونجا فریبش کنن. حد امکان کسبش را میدانست، علمش را میدانست، زبان را میدانست که فریبی چون این کسا را نمیخور و با اونجا نمیرفت. ولی امروز تو باید کاری کنی که این جوان از این راه برگردانیده شود، بس سفارت اول آورده شود و در سفارت از این عذرخواهی کرده شود، فرزندایش را بکردین و مزد کاری او را چند ماه در اینجا ایستاده از حساب بودجه کشور براش جدا کرده و تاجیکستان بلیط بگیرین بی پول روانش کنین. ما امروز باید ننگ و نامیسی ملت خود، فرهنگ خود را داشته باشیم، کوشش کنیم که دولتداری خود را اثبات کنیم، وگرنه چی برسد از اون چیزی که ما امروز کار نمیکنیم. مرگ به همین خیر دولتداری و ملتداری که فرزندانش در چنین حالت قرار بگیرند. بیاین از ادامه همین نوار مشکلات مهاجران مهنتی را میفهم. با راه‌های گوناگون به جنگ ضد اوکراین برده شدند. چند اختیاری، دیگران مجبوری با وعده گرفتن پول و شناسنامه یا رهایی از زندان‌های روسیه. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسمی بیش از 100 نفر آنها بعد از فوت یا در اسارت در اوکراین رسانه‌ای گردیده است. برخی از رسانه‌های روسیه از دفن شدن ده‌ها مهاجر در قبرستان‌های دست جمعانه روسیه خبر دادند که ممکن است در بین آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان هم بودند. نیروهای دولتی روسیه شکار مهاجران و فرستادن آنها به جنگ اوکراین را سرمشق کار خود قرار دادند. ماه گذشته در این باره رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین با تمسخر و خوشحالی معلومات داده بود. ما الکی بیش از 30,000 چنین شخص را که شهروندی گرفته و خواهشی در قید حربی گذاشتن را نداشتند شکار کردیم. آنها را نامنویس کردیم و حدود 10,000 نفرشان را به منطقه عملیات مخصوصی نظامی فرستادیم. به ما میگویند که در آنجا آنها برایمان چی در کارند؟
کندن خندق یا تحکیم بخشیدن. برای این واقعاً بازوان کاری لازمند. آنها امروز صف واحدهای کمک رسان را به جبهه پر میکنند. ҳамин ҳафта дар вилояти воронеж як зодаи 45 солаи тоҷикистонро барои дар комиссарияти ҳарбӣ сабти ном нашудан аз шаҳрвандии русия маҳрум карданд. сарраёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилоят хабар дод ки ҳоло ӯ барои дар ин кишвар буданаш асоси қонунӣ надорад ва бояд русияро тарк кунад. вале бояд гуфт масъала танҳо бо манъи шаҳрвандӣ анҷом намеёбад.